گاهی کنار این رودخانه ماهیگیرها را دیدن ممکن است، ولی آنها میگویند ماهی را نه برای فروش و خوردن بلکه برای استراحت داشته با همین وسیله عصبشان را آرام میکنند. برای این ماهیداران که از راههای دور میآیند ماهیداری شغل یا عادت بوده است که به آنها آرامش میدهد. کریم بابامرودов ساکن 60 ساله شهر پنجکین حدود 50 کیلومتر راه را طی کرده به دهه مرغزار آمده است و در اینجا ماهی میگیرد. او میگوید ماهیگیری از کودکی برای او یک شغل دوست داشتنی بوده ماندگیش را دور میکند. باور کنید اگر یک ضیافتی باشد میپرتم همین کشش میکنه ماهی خط میرم. همین یک عادت شدگی همین خیلی برادر جان. این شوق این ماهیگیری بکنم درمگیری آرام کردن اعصاب بسیار فایده داره میگم. من فکر میکنم که همین خیلی هست. کریم بابامرودов میگوید سالهای آخر شیوه ماهیداری دیگر شده. ماهی در دریا کم شده است. خیانت است البته. خیلی ماهی در اینجا هم بسیار بود. هم تمام مردم بازی عادت کردم با تور میگیرن کم شد. در مابین 1 ساعت 10-12 کیلو با شخص ماهی میخریدم. صد افسوس که امروز خیلی ممکن زندگیشون هم میگذارد که چی باشد. تمام جای هم کل به تور میکشم. این رود از کل هزار چشمه سلسله کوههای 7 کل پنجکین جاری می شود. بیشتر شیرماهی دارد. علیمجان میرزایف یک بیناکار است. میگوید برای آرامش عصب به اینجا می آید، ولی سالهای اخیر از خنک نظری مردم خسته می شود. او گفت ماهیداری طریق تور ماهی را کم کرده است، ولی گاه شکار بیرحمانه ماهی با استفاده برق نیز صورت می گیرد که تخم ماهی را قیر می کند. حالتی که ماهیداران را به تشویش آورده است. خدا با هم داره نمی‌برده. بگم وقت برخیت زدن این وقتی بچه‌اش میمورد و اکرا دیگر تخم نمیکنن ماهی. مال من همین وجود کردیم تمام. در این تور نمیکشیم، در این آبام نمی‌ذاریم. درست کن. 2 هفته 3 هفته بعد ماهی استراحت میکنیم. در کل دریاهای تاجیکستان ماهیداری با چنگ را اجازه داده‌اند، ولی شکار ماهی با تور و استفاده برق جنایت است. در 2 سال اخیر در کل دریاهای تاجیکستان حدود 10 نفر برای شکار دزدی مجازات شده‌اند. شکار ماهی از ماه اپریل تا آخر ماه ایول دوره تخمگذاری ماهیان میتواند سرشمار ماهی را کاهش داده به محیط زیست ضرر رساند.